بالا و پایین می شود. پس از چند لحظه یک مرتبه رادیو صدای بلندی می دهد و آرام اخبار پخش می شود. به پدر بزرگ حمله عصبی دست می دهد. در همین حین اخبار از رادیو پخش می شود. گشته و این طوفان منجر به تخریب بیش از 10 خانه شده است. اداره هواشناسی برای روزهای آینده علاوه بر وزش باد از ریزش باران و ببخشید سوس میاد. باد داره میاد از یه جا. پنجره وسط نه باسم کنم. دستی چی نیست؟ چه نیست؟ سوراخه. نه ولی فکر کنم آسفالتش یکم چی؟ هیچی. یکم آفتاب زده چیزی نیست. چه نیست؟ آره پدر جون ولی نمیخوایی چی میفهمی تو آخه؟ بکی شامتو بخور. چه نیست؟ جای ما بوده چیکار میکرده؟ چیکار داشتن؟ سخت میومد توی سرمون جلوی بزرگتر دراز نمیکرده پامونو. یه بار یک بچه تبکر انداختمش رو خر بردمش شهر. همین رادیو میگفت برف اومده بود 1 متر هم بیشتر. 1 متر برف اینجا بود. زدم تا این یه کاگل سر رو باشه تماشه. پدر جان باشه نیست. باشه شامتون رو بخور. برم ببینم کجا داره با میاد. سر شامی ما تحمل کن نمیمیری که. اخبار گفتش که